دوستان سلام، به کامنت این هفته خوش آمدید. باز هم ماییم و شما و خبرهای هفته. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که با یک کامنت دیگر در خدمت شما هستیم و چی؟ و رو من میگم. نه این و همیشه آخه نقطه خطرناکیه. و رو که میگی بعد چیزایی بگی. آقا و این که آقا این داستان وحدت و انسجام تو نظام چی شد؟ به کجا رسید؟ چون هی اومدن گفتن انسجام ملی شده، همه تو وحدتن، ولی معلوم ظاهرا این وحدت خیلی پوشالی و شکننده است. چون خود خامنه ای که یه لحظه سرشو از سوراخ آورد بیرون، راجع به همین وحدت شروع کرد به روزه خوندن. ببین این است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. تازه این خامنه ایه که خیلی سربسته و مبهم و کلی میگه. ببین امام جمعه هاش سر این وحدت چه جز و جزی کردن. در این شرایط صدای تفرقه و نفاق از هر زبان و قلمی که بلند شود، زدن خنجر به همدلی و انسجام ملی کشور ماست و گل زدن به دروازه خودی به نیابت از دشمن هست. لذا مردم ما باید. خب دیگه من همینو دارم میگم. آقا داستان چیه؟ پس چرا اینقدر وحدت میکنن، دم از وحدت و انسجام میزنن؟ بابا کدوم وحدت کدوم انسجام؟ رفتن این لاشه این شمخانی رو از بیمارستان کشیدن آوردن، یه سناریو رو گذاشتن تو دهنش که من زیر آوار موندم و نماز اونجا خوندم و نمیدونم اینو صدا کردم اونو صدا کردم که مثلا یه ذره آب و تاب پیدا کنه. بعد یارو ایمان آبادی گفته من صحبت‌های این شمخانی رو گوش کردم، فهمیدم مثلا این زیر آوار بودنش دروغ بوده. اینم یه نمونه از وحدت. بگیم جای سرلشکر باقری و آقای شمخانی که نبود، احتمال زیاد ایشون تو چیز نبود. داستان شده زیر آوار. به نظر من شاید من هرچی گوش دادم بیشتر مطمئن شدم ایشون نیست. انشالله بودا، ولی من هرچی گوش دادم نفهمیدم، نتونستم از چهرهش 3 ساعت زیر آوار چند ساعت زیر آوار رو بفهمم، کار ندارم. ولی بقیه‌شون افغانا گفتن خیلی فاجعه است که ببندیم دیده رو به مملکت بریم دیگه. اگه واقعا این شکلی است، این شهدای ما، سران مملکت ما، یعنی جلسه شورای امنیت ملی ما رو افغان‌ها لو دادن، اون افغانای مهاجر، ببندیم دیگه، به خدا در مملکت گل بگیریم که اینطور نبود. تازه اینجا ختم نشده که شمخانی رو ول کرده چسبیده به کل نظام، گفته در این نظام رو کلاً باید گل بگیریم. بعد تو صحبت وحدت و اینا میکنی. بابا من صحبت نمیکنم، خودشون دارن میکنن. خب پس داستان چیه؟ منظورشون از این وحدت کردن منظورشون رو گفتن. ببین یارو پاسدار شکارچی که جدیداً سرش رو از دورش در آورده بیرون گفته که وحدت یعنی، گفته دیگه بنز خودش بگه اصلا. ما در کشورمون اگر کوچکترین لطمه‌ای به مواضع مقام معظم رهبری وارد بشود و کسی با مواضع ایشون مخالفت بکند، قطعاً خیانتکار است. شک نکنیم. این عمود خیمه نظام رو چش ازش بر نداریم. ملاحظه کردید داره میگه وحدت یعنی اینکه هر چی خامنه ای گفت همه بگن چشم. ستون وحدت خامنه ایه، شاخص وحدت خامنه ایه. اینم تعریف وحدت. دیگه چی میخواد؟ تعریفیه. خب اگه اینطوریه پس این علی مطهری چی میگه؟ این داره عکسشو میگه. میگه هر کس از خامنه ای تعریف کنه اون نفوذیه. اینا ببین نگاه کن، هشدار علی مطهری درباره نفوذ و داستان کاترین شکتم. هر کس از نظام و رهبری تعریف کرد فوری جذبش نکنیم. پس ببین صاحب کنیم معادله 100 مجهولی شد. اون یارو پاس داره میگه وحدت یعنی تعریف و تمجید از خامنه ای. این یارو مطهری میگه هر کی تعریف کرد خودشه. هر کی از خامنه ای تعریف کرد بگیریدش، نفوذیه. این خود بسیجی چطوری این معادله رو حل میکنه؟ آره دیگه میمونم دیگه. پس ببین اصلا بحث جدی‌تر از یه معادله یه مجهولیه. ولی هر چی فکر میکنم میبینم این قضیه گیج شدن بسیجی‌ها جدیه. یعنی چون بالاخره نمیدونن از خامنه‌ای تعریف کنن، ژست وحدت بگیرن، یا نکنه تعریف کنن بگیرن بگن تو نفوذی داری تعریف میکنی.
به کدوم مرجع بالاخره باید مراجعه کنن؟ در مورد گیج شدن بسیجی‌ها نمیخواد نگران باشه، اونا پیش فرضشون گیجی هست اصلا، چون گیج بودن بسیجی شدن. اما راجع به این موضوع که به کدوم نسخه عمل کنن، نسخه پزشکیان تعریف کرده وحدت رو. بگو کن. این جدید هی آپدیت میشه دیگه این تعریف وحدت. انسجام یعنی یه مقدار من کوتاه بیام، یه مقدار شما کوتاه بیایید. حالا با اپوزیسیون هم شما آدمشو پیدا کنید با اونم حرف بزنید. آهان، یعنی پیشنهاد پزشکیان اینه که اگه میخوایم انسجام داشته باشیم بریم با اپوزیسیون گفتگو کنیم. حالا سوالی که پیش میاد و برای خودم هم جالبه اینه که ببینیم اینا تو صحبت با اپوزیسیون چی میگن. میخوام برن گفتگو کنم با اپوزیسیون چی بهش بگن. ببین یه نمونه از گفتگو به اصطلاح با اپوزیسیون و خامنه‌ای از امام ملعونش نقل کرده. اونو ببینیم تا بفهمیم گفتگو تعریفش تو این رژیم یعنی چی. ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید. به اینها میگه شما بیایید داخل کشور و مجازاتی را که قانون برای شما میگذارد و عدالت میگذارد این مجازات رو تحمل کنید، مجازات بشید. یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. ببین یکی نیست به این پزشکیان بگه تو نمیخواد بری روزه وحدت بخونی، تو حواست به همین آدمای رژیم باشه که به یه طریقی خلاصه یه طریقی رو یعنی چی؟ خب نگاه کن دیگه، خودش زبان بدنش میگه یه طریقی یعنی چی. مسئولیت سنگینی شماها دارید. تا حالا زحمات خیلی زیادی رو متحمل شدید. ما قدردانی میکنیم از همه شما عزیزان. در این 12 روز به اصطلاح جنگ همینی که حضور داشتید، فعال بودید و صحنه رو ترک نکرده بودید خیلیه. چون خیلی ها بالاخره به یه طریقی خلاصه حالا دیگه بقیه‌اشون نگم، ولی همینی که بودید، ماندید و همراهی کردید و ارتباطات رو برقرار کردید قابل قدردانیه. منظورش اینه که تو این نظام ریزش زیاد شده، همه در حال جیمفنگن، به یه طریقی در حال جیمفنگن. این تازه اونایی که موندن تشریح میکنه که شما خوب شد که موندید. خبر نداره اونایی که موندن هم به یه طریقی دوباره نه خبر نداره اونایی که موندن دنبال یه طریقی هم مشت طریقش موندن. خب بابک، حالا اگه بخوای بعد از همه این حرفا یه تصویری از آخرین وضعیت نظام ارائه بدی چی میگی؟ معذرت میخوام، من این خودم نمیگم، معذرت میخوام. ببین خودشون چطوری میگن اینهاش. معذرت میخوام این فیلم نشون میدم. بعد از یک فشار اقتصادی سنگین جمهوری اسلامی تا به مقاومت مردم پایان یافته. محاسبات رو نگاه کنید. 2. از لحاظ فکری و فرهنگی مردم اون پایبندی، اون استقامت به اون ارزش‌هایی که دوران دفاع مقدس میگفتند و جان دادن و شهادت، امروز مردم جهتگیریشون، گرایش‌هاشون عوض شده. 3. دستهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در منطقه قطع شده. 4. خیلی معذرت میخوام از زبان اوست بگویم، رهبری اینها مانند دهه اول اقتدار ندارد. آنچنان نیست که مردم برای او مانند دهه اول انقلاب سر بدهند، جان بدهند، در همه میدانها وارد بشوند. نه، پیوند امت با ولایت کمرنگ شده. بعد به این جنبه این چرا میگه معذرت میخوام نداره؟ خب میخواد بگه خامنه‌ای ته خط همین رو بگو دیگه. دوستی خال خرسه است. اون خرسه سنگو برداشت زد که این پشه‌ای روی صورت صاحبشو بکشه. این که پشه نیست، یه بار با بلدوزر رو خامنه‌ای رد میشه، بعد میگه معذرت میخوام، دوباره دندقه میاد، بعد تو خامنه‌ای معذرت میخوام، یه بار دیگه از خامنه‌ای هیچی باقی نذاشت، هی معذرت میخوام، خامنه‌ای رو له کرد. ولی بابک من پیشنهاد میکنم خامنه‌ای و باقی مهره‌هاش به جای
روزه خوندن برای وحدت و انسجام و این حرفا همین قطعی آب و برق حل کنن. حل کردن. اصلا انسجام ملی پیشکش. من میگم حل کردن. کجا حل کردن؟ ببین همین سخنگوی دولت پزشکیان گفته سورپرایز برای مردم، 1 هفته بروید استراحت و گردش و صفا کنید. آقا سفر برن چیه؟ کجا برن؟ مسافرت، تفریح کجا برن ربطی به این نداره که. مردم باید یه جای پیدا کنن برن سفر. این که کجا برن این خودش میدونه کجا بره. ببین شمال ویلا داره، قشم ویلا داره، کیش ویلا داره، استرالیا داره، کانادا، هر جا دلش بخواد میتونه ویلا بسازه، حساب بانکی پرپول داره. این که مشکل کجا خودش نداره، مردم برن مشکل کجاشو حل کنن. مهم اینه که طرح داده برای آب و برق برن یه جایی باید برن. درسته؟ ولی داستان این یارو خیلی شبیه اون داستان ملکه فرانسه است که در دوران انقلاب فرانسه مردم جمع شدن جلوی کاخ و میگفتن ما نون نداریم و واقعا نون هم نداشتن که بخورن. این خانم ملکه مثل همین خانم سخنگو آمد نگاه کرد، گفت اینا برای چی تظاهرات میکنن؟ گفت خانم ملکه نون ندارن. گفتش که اشکال نداره، خب نون ندارن کیک بخورن، بیسکویت بخورن. بله این طرح راه حل‌های اینطوری راه حل‌های اونطوریه، مثل راه حل‌های اونطوریه که تهش هم میکشه به اونطوری که همون بلایی که سر انقلاب ماری آنتوانت اومد. بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای، اون هم راجع به این کلیپ که یه جورایی تجدید خاطره هم هست. گفتند ما می‌خواهیم کاری کنیم که حرکات فیزیکی ملت‌ها تابع فعل و انفعالات ذهنی آنها نباشد. آنها به ما گفتند هنر اصلی ما separation between body and minds، جداسازی جسم از ذهن است. گفتند انسانها باید در قرن جدید بر اساس ایده و طرح آمریکایی در هر نقطه‌ای از عالم که هستند نان US Americans باشند. گفتند یک having shared ideas، همه دارای عقاید یکسان باشند. consuming common goods، همه مصرف کننده کالاهای یکسان میشوند. چی گفتین؟ having share و consuming و ببین فارسی هم میگفت نمیفهمیدیم، انگلیسی هم میگفت نمیفهمیدیم. ببین من میخوام از یک چی میگن زاویه دیگه به این نبودن سلامی نگاه کنم. سلامی نبودنش خب خیلی منفعته، ولی از یه بابت ضرر کرد. دنیای حظر و ابتذال ضرر کرد. این یه ویژگی منحصر به فردی داشت، میتونه ساعتها وایسه و اباطیل بگه بدون هیچ تناقضی و توهم هم داشت که سخنرانه و این توهم ابلهانه خیلی کار اصلا یه جستی فیلسوف ما هم میگیره. همین شعر و اینا از همون توهم در میاد. اما به طور واقعی این طوری صحبت میکرد که بدون بالا پایین کردن یه واو میشد به عنوان سناریوی طنز استفاده کرد. طنز در مبتذل‌ترین شکلش البته. اما در مورد این که گفتی یه جمله اگر زنده بود من بهش میگفتم که شات آپ. در برابر همین having share و کانسیومینگش. بله کانسیومینگ. از همراهی شما بینندگان عزیز با این برنامه متشکریم و تا دیدار بعد با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما، شاد و سرفراز باشید.